کلیگ سعودی اوید به پرونده های جنایتی سود اولی تاجیکستان روز 24 فوریه سال 2022 نبیف را در آدمکشی با بیرحمی مخصوص گناهکار دانسته او را به 23 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد. داستانی کل تاجیکستان گفت نبیف عمدیش الشیر صادقوف را به مناسبت‌های محرمانه با همسرش گمانبر شده اول به سر و گردن و پایش 4 ضربه تبر زده و سپس به سر و روی صادقوف که هنوز زنده بود بنزین ریخته وی را آتش زده است. بعد این نبیف خود را به دار آویخته است، ولی همسایه و خبر یافته او را از حلقه دار بیرون کشیدند. مرکز مطبوعات داستانی کل تاجیکستان در شرح این پرونده میگوید نبیف اوید به مناسبت‌های محرمانه داشتن همدیه‌اش صادقوف الشیر و هوبویچ با همسرش نبیه شبهه کرده نیت به هلاکت رساندن صادقوف را نموده است. او با مقصد عملی نمودن قصد جنایتکارانه خود 3 دکامبر سال 2021 تخمینا ساعت 11:30 در منزل زیستش قرار داشته به صحن حولی وارد شدن صادقوف را مشاهده نموده از نبودن همسرش و فرزندانش استفاده کرده در زمینه رشک و خصومت شخصی او را با پای زده به زمین افکنده به واسطه تبری که برای صادر کردن کشتار در دستش نگاه می داشت 2 مرتبه در قسمت سر، 1 مرتبه به قسمت پیش گردن و 1 مرتبه در قسمت پای چپش ضربه زده به سلامتی نام برده جراحت وزنی جسمانی رسانده است. بعداً با مقصد با بیرحمی مخصوص به قتل رساندن صادقوف که هنوز زنده بود به بدن آخرین بنزین ریخته آتش زده است. پس آن با مقصد از جوابگری جنایتی دور ماندن نبیف قصد خودکشی نموده توسط بند خواجگی خود را در بالاچوب عاقلخانه منزل زیستش آویخته است. این حالت را همسایه ها حسنوف و شوی میرزویف دیده فوراً به جای حادثه حاضر شده بند را گشودند و از قصد خودکشی نبیف پیشگیری کردند. همسایه ها امین طور آتش را در بدن صادقوف خاموش نموده او را به بیمارخانه مرکزی نویت دسترس کردند، اما با سبب برداشتن جراحت‌های وزنین طبیبان نتوانستند الشیر صادقوف را از مرگ نجاتیابند و او در بیمارخانه وفات کرده است. داستانی نگفته است که این حادثه فاجعه بار در کدام دهه روی داده است، ولی افزایش موردهای آدمکشی در زمینه رشک بیانگر آن است که چنین حادثه میتوانست در دل و گوشه تاجیکستان روی بدهد.